عبدالله ابن مبارک در سفر حرکت میکند، سفر حج، با چند تا رفقای خود هستن، 13 نفر هستن. چند نفر؟ 13 نفر. این عبدالله حرکت میکند، سفر حج نفلی است، یعنی به عمره میرود. در این مسیر را در جای میرسند، چند تا مرغ با هم دارن که هر جایی میروند این مرغ را ذبح میکنن، یک مرغ بریان میکنن، به همراه رفقا میخورن. مسیر حج در سابق پیاده بود. در جای میرسن یکی از این مرغ ها را میبینن که مرده هست. مرغ را بر میدارن، میبرن در جای میاندازن. بعد از لحظات یکی از رفقای عبدالله نگاه میکند که جوان این طرف آن طرف نگاه میکند، آهسته آهسته میشود، نزدیکتر و نزدیکتر به این مرغ مرده میشود. مرغ را بر میدارد، سریع به سمت خانه خود حرکت میکند. این میآید به عبدالله خبر میدهد که اون مرغ مرده‌ای که اونجا انداخته بودیم، جوان برداشت اون را به سمت خانه خود برد. عبدالله بعد از لحظات حرکت میکند، میآید پشت دروازه این جوان، در را میزند. وقت صاحب خانه بیرون میشود، میپرسد چه شده؟ میگه شما مرغی که آوردین، این مرغ خود مرده بود، حرام است به امت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این مرغ مرده رو چی میکردی؟ من خواستم از تو جویا شوم. آیا به حیوان دادی، به سگ دادی؟ یک بار این جوان چشمانش پر از اشک میشود، میگوید 3 شبانه روز است که در خانه ما تفلکای ما گرسنه است، ما چیزی برای خوردن نداشتیم، هر چقدر تلاش کردیم دست ما به گدایی دراز نشد، همت ما قبول نکرد که دست خود را دراز کنیم، دیگر چیز پیدا نکردیم تا این که به این مرغ خود مرده رسیدیم. ما این را برداشتیم تا این را بخوریم، چون ما در حالت اضطرار هستیم و مخمصه هستیم، خدا این را به ما حلال قرار داده است. عبدالله وقتی این سخن را میشنود، این دیگه عبدالله هست، برمیگردد رفقای خود را جمع میکنه، میگه چقدر پول داریم به همراه خودمون؟ میگه 13,000 درهم. میگه همه رو جمع کنیم که حج ما همینجا قبول شده. با گفته مولانا ای قوم به حج رفته، کجایید؟ معشوق همینجاست. میگه حج ما قبول شده، پولها رو جمع بکنی. همه پولها رو جمع میکنن، میآورن کنار خانه این پیرزن، به این جوان که فرزند این پیرزن است استاده میشون، کل پولها را به اینها میدهد. بر رفقای خود عبدالله میگوید برگردیم به سمت خانه خود، برمیگردیم، چرا خدا حج ما را قبول کرد. آیا واقعا این کار را ما کرد؟ نه، نمی کنیم، بلکه غذایی که اضافه در خانه ما میمونه در آشغالدانی میریزیم. غذایی که در خانه میمونه در آشغالدانی میریزیم، نمیتیم به همسایه خودمون. بسیار همسایه های ما نان برای خوردن نداره، اما راحت شب میخوابیم. اگر بخوای از عبدالله ابن مبارک زندگی بگیری، پس عزیز من باید ایثار و فداکاری داشته باشی. نه تنها عبدالله مرد داخل خانه بود و شجاع داخل خانه بود، بلکه در سفر که در سرزمین ترسوس برای جهاد رفته بود، یک مرد رومی در میدان داخل می شود، یک مسلمان می رود اون را شهید می کند. باز صدا می زند آیا دیگر قهرمان در بین شما نیست؟ جوان دیگر می رود اون را شهید می کند. جوان سوم می رود، چهارم، پنجم، ششم. در لشکر مسلمین رعب و ترس می آید که یک مرد رومی قوی 6 تا از مسلمان ها را شهید کرد. کی وارد میدان می شود؟ عبدالله ابن مبارک هنوز جوان است، در صف مجاهدین قرار دارد. شمشیر خود را از غلاف می کشد و داخل میدان می شود. یک رفیق دارد، اون را صدا می زند، می گوید اگر من شهید شدم چند تا توصیه می کند، این کارها را بعد از مرگ من بکن. حرکت می کند، وارد میدان می شود. بعد از نبرد بسیار شدید اون کافر را به جهنم وارد می کند. نفر دوم می آید، به جهنم واصل می شود. نفر سوم می آید، به جهنم واصل می شود. 6 تا از پهلوانان روم را عبدالله ابن مبارک با شمشیر خودش به جهنم وارد می کند. عبدالله هم شجاع میدان است، هم در میدان عشق با خدا پیشتاز است، هم در میدان جهاد و نبرد پیشتاز است، هم در میدان علم و عرفان پیشتاز است. که روز از روزها ابو حاتم فربری رحمت الله علیه میگوید شب از شبها خواب دیدم که عبدالله ابن مبارک در دهن دروازه جنت استاده است. در دهن دروازه جنت استاده است، بعد از مرگ عبدالله است.
میگه من به اون نزدیک شدم، برایش گفتم ای عبدالله اینجا چه میکنی؟ دیدم که کلید به دستش هست. گفتم که کلید چیست؟ گفت این کلید دروازه جنت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم این را به من تسلیم کرده است. و بعد پیامبر فرمود کن امین فی السما کما کنت امین فی الارض. ای عبدالله قسمی که در زمین حدیث مرا امینش بودی، حدیث مرا با امانت داری نقل کردی، امروز در آسمان هم امین من باش. من انتظار هستم که تا دروازه جنت را باز کنم و به دیدار پروردگار بشتم. این عبدالله ابن مبارک فرزند همون مبارک است که در اول برایتان گفتم. پس عزیز من وقت بیشتر گرفته شد، انشاءالله باز در هفته های بعدی صحبت میکنیم. الله به شما اجر و پاداش بزرگ نصیب بگرداند. پس از این قصه هایی که من خدمت شما عزیزان عرض کردم حصه باید گرفت. من بهترین نسخه برای معالجه قلب، برای درمان قلب دادم، به شرطی که الله به ما چی نصیب بگرداند؟ عمل نصیب بگرداند.